برادر گلم، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ستاره عالم اسلام است، امام ما شماست، رهبر ما شماست، افتخار امت اسلامی است. درباره و همه علما عموما گستاخی نباید صورت بگیرد و خصوصا ائمه دین. اینا مردمای بسیار بزرگی هستند، بسیار عظیمی هستند. ما به اصطلاح بسیار خرد هستیم که در رابطه با شخصیت ها سخن رکیک داشته باشیم، بی‌ادبی بکنیم، گستاخی بکنیم. وقتی که شاگردای ما ابو حنیفه استادای ائمه دیگری شود، پس خودت فکر کن که جای ابو حنیفه چه خواهد بود. یا در مجلسی که ما ابو حنیفه رحمت الله علیه می نشست 37 نفر علمای بزرگ بودند، می گفتند که ما یک مسئله را که بحث میکردیم آواز ما گاه بلند میشد و هنگامی که گپ به ما ابو حنیفه می رسید، وقتی که او صحبت را شروع میکرد مثل که سر آتش آورد، کل مجلس آرام میشد و قول از او فصل می بود. بناهن شخصیت بزرگوار تاریخ اسلام ماست و گستاخی در حق ائمه عین بی‌ادبی است و رب العالمین تصریح میکند من عاد لی ولیا فقد اعلنته بالحرب. هر کسی که با اولیای ما دشمنی میکند اعلام جنگ را ما برش میتم، او فقط بارزنی بالمحاربه، مرا به جنگ خوانده است. بناهن اونا ائمه ما هستند، سلف ما هستند. بسیار کوشش بکنیم که گستاخی نکنیم. این از شأن یک مسلمان بالاتر است، از شأن مسلمان بالاتر است که در حق ائمه صحبت میکنه و ناروا صحبت میکنه.